مرحوم آقای قاضی میفرمودن که من نجف که مشرف شدم دیدم یک آخوندی رد میشه از مثلا پیاده رو نه و مثل یک کسی که اختلال حواس داره تلو تلو میخوره و اینها. سوال کردم که این مثلا بیماره چشه؟ گفتن نه این تازه از درس آخوند ملا حسین قلی همدانی بیرون اومده و درس آخوند ملا حسین قلی همدانی اینطور است که اگر کسی در این درس حاضر بشه نفس آخوند و نفس آخوند و درس اثری در حضار میگذاره که چنین نمود پیدا میکنه. برمیز جواد آقا نقل میکنه که مجلس توبه که از شیوخ عرب نزد مرحوم ملا حسین قلی حدود 6 ساعت طول کشید. یعنی اومده بود که توبه کنه، مرحوم آخونده همدانی او رو توبه داده بود. حدود 6 ساعت طول کشید. بعد میفرمود که شمشیر بلند کرده بود، به دست خادم داده بود، خادمش یعنی خادم اون شیخ عرب به دست خادم داده بود، بهش میگفت که باید این دست من باید بذاری دستم قطع کن. بعدا سوال کردن چرا این موقع عصبانی بوده یا هرچه بوده شمشیر رو میکشه میزنه و دست این خادم قطع میشه. بعد این شیخ شمشیر کشید داد بهش باید دستم قطع کن یا منو بکش یا ازم راضی بشه، فقط نذار. خادمه هم زیر بار نمیرفت، میگفت بمونه تا میشه. و این مثل ابر بهار گریه میکرد. این آدم مثلا با ابهت، با عظمت، مغرور، متکبر. این فرمود یکی دیگر بود که مجلس توبه او به پایان رسید، چند روزی غائب شد. بعد که برگشت دیدیم آن هیکل و جثه که خیلی نشیط و فربه بود کأنه نصف شده است. طبیعتا متصور نبود در چند روز این اتفاق بیفتد. آن موقع معلوم شد که مردانه عمل کرده است.